بریم سراغ مشکل جوونا، خواستگاری و گیر و گور اونا. یه روز یه دختر رو تو کوچه دیدم، همینجوری پشت سرش دویدم. یه دختر شریف و با اصالت، به چشم من خوشگل و با نجابت. یه دل نگم 100 تا دل عاشق شدم، عاشق این گل شقایق شدم. خلاصه مادر رو تو خونه دیدم، چادر نامزدی رو هم بریدم. شب که شدش با مادر و آقا جون گل خریدیم خدمت حاج آقاشون. خونه نگم قصر طلای شاهی، حوض حیاط پر از میوه و ماهی. حاجی با کت شلوار شیک و گرون گفت واسم از شرایط خاصشون. خلاصه حاجی که نشست به صحبت حرف میزد از فراوانی و نعمت. حاج خانومم که سر تا پاش طلا بود مسئول تایید حاجی آقا بود. دختر من پژو اصلا ندیده، ماشین خارجی فقط میدیده. دختر من پول تو جیبش دلاره، عاشق تفریح و به فکر کاره. عشق بابا عاشق آنتالیاست، یه پاش ایران و یه پاش هم لاس وگاس. فداش بشم یه قرص ماه انگار. نفس بابا چای رو بردار بیار. یه چایی دورنگ داغ لبسوز که آرزون بود بخورم شب و روز. خلاصه گفت تو هم بگو برامون چیا رو میخوای بریزی به پامون. من که دیگه حرفی نداشتم اونجا، لال شدم و چادر رو کردم اشتا. من جوون با این همه مشکلات حرفی ندارم بگم حاجی برات. منم با یه دل پر از صداقت دنبال یه دختر با اصالت. شما که این همه دم از پول زدی، دخترت هم همینجوری گول زدی؟ پول که تمام زندگی ما نیست، تضمین زندگی بچه ها نیست. سفر تو ایران هم حاجی باحاله، همونجا هم مثل همین شماله. خلاصه زندگی رو سخت نگیرید، الگوی ما شما تو این مسیرید. ما هنوز اول راهیم حاجی، گرونیه، ما به گناهیم حاجی.